خب همینطور که میبینین گرید ما آماده شد. حالا یه تنظیماتی رو باید انجام بدیم. یکی از تنظیمات اینه که به محض اینکه ما روی موضوع یا جسم میریم اون به صورت هایلایت در میاد. این چشم ما رو اذیت خواهد کرد. میریم توی آپشن، تو بخش سلکشن این تیک رو برمیداریم، میگیم هر وقت فرمانی اکتیو بود این اتفاق میفته، اگه اکتیو نبود این اتفاق نیفته. اوکی. حالا به محض اینکه روی جسم هیچ اتفاقی نمیفته، به محض اینکه بریم برای دستور اریز، حالا دیگه وقتی روش وای میسیم هایلایت میشه و ما میگه اگه کلیک کنی این انتخاب میشه. اسکیپ. خب ابتدا میخوایم که دیوارها رو الان ترسیم کنیم. برای ترسیم دیوارها چند تا راه داریم. یکی از راحت ترین راه ها اینه که از دستور مولتی لاین استفاده کنیم. ابتدا نشون میدم که دستور مولتی لاین چجور کار میکنه. یا دستور ML مولتی لاین انتخاب میکنم، یه نقطه بهش میدم، نقطه بعدی، نقطه بعدی، نقطه بعدی، همینطور میتونم ادامه داشته باشم و گزینه کلوز رو بزنم. این مجموعه میتونه دیوارهای من باشه. مزیتش چیه؟ به محض اینکه من یه تیکه رو جابجا کنم میبینی روش کلیک میکنم خودش رو آپدیت میکنه، نیازی نیست من برم اصلاحش کنم. اینو اریز میکنم. یه اشکالی داشت، خطوط من عرضشون خیلی زیاد. برای این کار میام توی منوی فرمت مولتی لاین استایل انتخاب میکنم. یه دونه همیشه خودش استاندارد داره که همون که ترسیم میکرد به روش استاندارد. یه دونه جدید میسازم، اسمشو میذارم وال مثلا 200. اوکی. خب میگه دو تا المنت داریم، یه دونه نیم به بالا، یه دونه منهای نیم، یعنی فاصله این دوتا از هم یک میشه. نیم بالا، نیم پایین. من اینو میگم 1/10 بالا، 1/10 پایین، 1/10 بالا. حالا فاصله اینا از هم دیگه میشه 2/10. درسته؟ خب دوتا تیک داره. این دوتا تیک، این دوتا رو میزنم که سر و ته مولتی لاین هامو ببنده. اوکی. میگم هر دفعه ست کارنت میکنم، یعنی هر دفعه داری ترسیم میکنی با این ترسیم. حالا اگه ML تایپ کنم مولتی لاین، ببینید حالا دیگه 20 سانتی برام داره ترسیم میکنه. اینتر انتخاب میکنم، اریز میکنم. خب حالا شرح میدم اول دستور رو، بعد با هم دیگه کار میکنیم. دستور مولتی لاین انتخاب 3 تا گزینه داره، یه جاستیفیکیشن، اسکیل و استایل. جاستیفیکیشن چی هستش؟ به محض اینکه انتخاب کنم میگه این خطی که شما دارید ترسیم میکنید به خاطر اینکه ضخامت داره 3 تا حالت میتونه داشته باشه. اون نقطه‌ای که من براش انتخاب میکنم تاپ باشه، زیرو باشه یا بات باشه. حالا واکنش رو ببینید چیه. من میگم مولتی لاین ترسیم کن، جاستیفیکیشن انتخاب میکنم میگم تاپ باشه، میگم از سمت چپ شروع کن به راست. میبینید یک خط رو، این دو تا نقطه رو تاپ این در نظر گرفت. گریپ هم تاپ هستش. دوباره میگم مولتی لاین، جاستیفیکیشن انتخاب میکنم میگم زیرو باشه. حالا وقتی که انتخاب میکنم وسط خط ها انتخاب میکنه برام، گریپش وسط خط. بات هم که همین حالته. خب میریم گزینه بعدی، دوباره مولتی لاین، اسکیل. اسکیلش 1/10. ببخشید 1 هستش. یعنی چی؟ یعنی عددی که شما وارد کردین 1 برابر شده. خب حالا میرم با دستور دایمنشن لینیر از اینجا تا اینجا 200 واحد میده. کاملا هم درسته، یعنی که 200 میلیمتره یا 0.2 متر. تو کاملا درسته. میتونم این عدد رو، ببخشید کنترل زد میزنم، دوباره مولتی لاین اسکیلش رو مثلا اگه 2 برابر کنم، حالا خطی که برای من ترسیم میکنه این 400 خواهد بود. فکر میکنم مفهومش رو متوجه شده باشید. گزینه بعدی هم استایل هست، مولتی لاین. گزینه بعدی استایله که الان شما چون نمیدونین استایل کدوم رو علامت سوال که بزنین میگه 2 تا استایل داریم. میگه وال 200 که ما ساختیم، یه استاندارد هم که خودش داشت. میتونیم از اینجا کپی پیست کنیم اینجا اسمش رو یا تایپ کنیم و اون رو کارنت کنیم. ما چون نیازی نداریم فعلا اسکیپ رو میزنیم، بیخیال میشیم. خب حالا ابتدا لایه‌ای که میخوایم توی اون ترسیم کنیم انتخاب میکنیم. لایه دیوارها، چون من میخوام دیوارهام با ضخامت 14 چاپ شه،
همه رو میبرم تو لایه AG4. چرا؟ چون رنگ AG4 رنگ شماره 4 هستش. انتخاب میکنم، مولتی لاین رو میزنم. خب میخوام از ستون A1 ترسیم کنم. میام تو ستون A1. خب جاستیفیکیشن رو میذارم تاپ، چون میدونم که بالای نقاط رو دارم میدم. میگم از اینجا. خب اشکال داره. اشکالش این بود که اسکیل داشت. اسکیلش رو هم 1 میکنم. دوباره میگم از اینجا به اینجا. اینتر. دوباره از اینجا به اینجا. اینتر. خب ببینید ما وقتی که گرید رو ترسیم میکنیم چه مزیتی داره برامون. الان من بدون هیچ اندازه گذاری از این نقطه به این نقطه جسم میکشیدم، یعنی میدونم که جاش دقیقاً کجاست. ولی اگه اینا رو اول نمیکشیدم باید اندازه گیری میکردم. اندازه گیری هم کار سختی بود توی ترسیم دستی. شاید حالا همیشه که نقشه دستی بهتون نمیدن، شما همیشه پس اول گرید رو ترسیم کنین که راحت بتونین اشکالتون رو پیاده کنین. دوباره میگم یه مولتی لاین ترسیم کن از اینجا به اینجا. اینتر. دوباره از اینجا به اینجا. عین یک بازی دیگه از اینجا به بعدش از اینجا به اینجا. خب حالا با خطکش اندازه گیری میکنیم که این فاصله چقدر هستش. شما میتونید چون اون پلانی که همراهتون هستش، یعنی به همراه سیدی که تهیه کردین هستش، اون 1/100 هستش. یعنی شما هر خطکشی روش بذارین عددی که با رو اون میخونین رو میتونین به راحتی وارد اتوکد بکنین. حالا من چون خودم فایل اصلی کار رو دارم بازش میکنم. خب این عدد رو میبینم، میرم توی مدل. خب با دستور دیستنس یا دیست از اینجا تا اینجا تقریبا 65 سانتی متر. ببخشید. خب حالا با دستور مولتی لاین میگم از اینجا جهت بهش میدم، میگم 65 سانتی 6/5 65 سانتی متر. اشتباه گفتم 65 صدم. خب در این جهت 1/60 که این عددش رو توی پایین ورودی میتونیم ببینیم توی دایمنشن گذاری 1/60 خورده از اینجا. خب حالا من میام امتداد اینجا وای میستم، یه نقطه رو میبینید سبز شد. میام اینجا کلیک میکنم، خودش میاد اونجا رو انتخاب میکنه. تا این ستون ادامه میدم. تا اینجا مشکلی امیدوارم نداشته باشید. از اینجا به اینجا، از اینجا به اینجا. حالا شاید شما بگین که چرا پنجره ها رو ما در نظر نمیگیریم. ما اول خطوطمون رو ترسیم میکنیم و بعد پنجره ها رو در میاریم. خب اینجا یه اشکالی داره. ما اینجا باید در ورودیمون رو داشته باشیم. خب من یه دونه ایکس لاین میکشم به صورت ورتیکال. اینجا کلیک میکنم، آفست میکنم، میگم 1.2 آفست میکنم، اینو انتخاب میکنم، میگم از اینجا بیار تا امتداد این 2 خط راهنما پاک میکنم. دوباره مولتی لاین از اینجا امتداد میدم تا اینجا. دوباره از اینجا همینطوری ادامه میدم و به این راحتی پلان ما ترسیم میشه. خب ما الان بخش زیادی از پلانمون رو که خطوط دورش بود ترسیم کردیم، بقیه خطوط رو هم رفته رفته ترسیم میکنیم. خب باز دوباره میام تو همین مرحله ترسیم. خب ببینید مولتی لاین یه اشکالی داره. اشکالش اینه که بعضی وقتا اذیتمون میکنه. وقتی که ترسیممون تموم شد من میتونم که به راحتی این 2 خط رو اکسپلود کنم، یعنی از حالت مولتی لاین درشون بیارم. برای این کار همه رو انتخاب میکنم. ببینید نحوه انتخابم از سمت چپ به راست هستش. مودیفای اکسپلود رو انتخاب میکنم. حالا دیگه این خطی که من دارم یه خط نیست، چند تا خطه.
یه دونه بیرون مولتی لاین رو ترسیم میکنم. ببینید ما یه همچین مولتی لاین، کل مجموعه یکی، وقتی ما موو میکنیم همه با هم جا به جا میشن، همه با هم انتخاب میشن. ولی اگه بیام این رو اکسپلود کنم، انتخاب میکنم اینتر، حالا دیگه این جسم تیکه تیکه میشه، به حالت لاین تبدیل میشه. خب این مجموعه رو پاک میکنم. شما میتونید برای اینکه بهتر ببینید این بخش کامن لاین رو هم پی فیلم رو برگردونید و دستورات رو نگاه کنید که بهتر متوجه بشید. خب من یه مولتی لاین جدید دیگه میسازم، میگم که فرمت مولتی لاین استایل، رو 200 کلیک میکنم، یه میدونه جدید بساز، میگم بس وال 100 کانتینیو. خب وال 100 یعنی این که اینا بشه 500 و 500. اوکی، چون خصوصیتش رو قبلا تنظیم کرده بودیم نیازی نیست. اوکی. خب حالا من میخوام اتاق خواب گوشه بالا که از ستون آیک هست رو ترسیم کنم، آفست میکنم 3 واحد. این خط رو به این سمت میتونم باز دوباره با دستور آفست، زخامتش 1/10 هست، این خط رو آفست کنم به اینجا. حالا من میخوام این خط برسه به این خط. حالا ببینید الان ما تو لایه کار کردیم، ما برای اینکه خیلی دشواری نداشته باشیم تو کارمون، این خطوط اذیتمون نکنن، شکلمون جسممون مقلب‌تر باشه، میتونیم از دستور ایزولیت استفاده کنیم و لایه ها رو ایزوله کنیم. برای این کار میریم تو فرمت، لیر تولز، لیر ایزولیت. خب اول وارد ستینگش میشم، میگم هر چیزی که من انتخاب میکنم بقیه رو آفشون کن، آف، انتخاب میکنم، یه اینتر. حالا همه لایه ها خاموش شدن، فقط لایه دیوار که لایه 4 بود روشن. ببینید واکنش دستور این همه رو خاموش کرد، فقط این روشن. خب من میخوام این دوتا رو به این جسم برسونم در راستا. یه دستور داریم به نام اکستند. اکستند رو انتخاب میکنم، میگم مقصدم اینجاست، مسافرم این دوتاست، اینتر. یه بار دیگه انجام میدم که متوجه بشین. اکستند کن، میگم برسون به این، اینتر، این دوتا رو به راحتی با دستور تیریم دوباره یه اینتر، این تیکه رو پاک میکنم. خب حالا میتونم خطوط پایین رو باز بکشم، همینطور که تو عکس یعنی ستون آدو میبینید یه خط داریم از اینجا امتداد پیدا کرده تا اینجا. من فعلا خطم رو کامل ترسیم میکنم، آفست میکنم 1/10 از اینجا به بالا، اینتر، از دستور خارج میشم. این دوتا خطم رو طوری امتداد میدم که به این جسم برسه، اکستند میکنم، اکستند، این دوتا رو برسون، تیریم میکنم. خب ببینید توی معماری یه قانون کلی داریم، البته این قوانینی که توی معماری هستش حداقل ها هست. برای ورودی اتاق خواب ما حداقل 1 متر در لازم داریم، حداقل. اینا حداقل، شما ممکن توی پروژه داشته باشین اتاق خوابتون مثلا 1.20 هم باشه، این کاملا بستگی به پروژهتون داره، ولی یه حداقل هایی داریم که ما اونها رو استفاده میکنیم. آفست میکنم 1 واحد، این رو به این ور، این رو به این ور، اینتر، تیریم میکنم تمام موارد رو، اینتر، اینتر، ببخشید کلیک چپ میکنم همه اینا رو. خب الان ببینید در این محدوده ایجاد شد. خب میام اینجا، ما برای کمد دیواری هم 70 سانت لازم داریم، میگم آفست کن، چقدر؟ 70 سانت، 7/10 از اینجا آفست میکنم به بالا. خب میتونم اکستند کنم، این جسم رو برسونم به این رو رسید به اون، باز دوباره آفست میکنم 1/10. خب تیریم میکنم این رو، این رو، این رو. به همین راحتی من جسمم تولید شد. خب و اینکه در کمد دیواری رو بکشیم، ابتدا یه خط میکشیم با دستور لاین، از این نقطه به عمود این نقطه انتخاب میکنم، این جسم رو میبرم تو لایه 1. خب
الان یه پیغامی اتوکد داد، میگه این چیزی که انتخاب کردین شما رفته تو لایه یک به جهت اینکه فریزه یا آفه نمایش داده نمیشه. میگم باشه اوکی، مشکلی نیست. میرم اینجا لایه یک رو روشن میکنم. یه سری اجسام که تو لایه یک بودن همه روشن شدن. خود این جسم هم که تو لایه یک بود روشن شد. خب همونطور که تو تصویر میبینین این جسم به 3 قسمت مساوی تقسیم شده. برای این کار من میام توی درا پوینت دستور دیواید رو انتخاب میکنم. میگم این جسم رو به 3 قسمت مساوی تقسیم کن. خب این جسم به 3 قسمت تقسیم شد ولی نمایش داده نمیشه. البته این خط من همچنان یه خط واحده، فقط 2 تا نقطه روش گذاشته شد که به صورت 3 تا جسم مساوی باشه. برای اینکه این نقاط رو ببینم میام تو فرمت پوینت استایلم رو عوض میکنم. میگم نقاط من رو به این صورت نمایش بده. ببینین الان اون نقاطی که انتخاب ترسیم شدن به این شکل خواهند بود. خب برای در کمد دیواری 3 سانتی متر من آفست میکنم. ابتدا دستور لاین از این نقطه به این نقطه، از این نقطه به این نقطه. یادتون باشه هر جا که اشتباه میکنین از کلید اسکیپ استفاده کنین. این 2 تا خط نقطه رو دیگه لازم ندارم، پاک میکنم. دوباره تیریم میکنم، 2 تا اینتر، این موضوع و این موضوع رو پاک میکنم. مچ پراپرتیس میکنم. خب یه دستور داریم به نام مچ پراپرتیس. خصوصیت این خط رو بده به اینا. باز دوباره دستور لاین از این گوشه به این گوشه به این گوشه به این گوشه. دوباره از اینجا به اینجا و به اینجا. باز دوباره میتونم دستور مچ پراپرتیس رو انتخاب کنم، بگم خصوصیت اینا رو بده به این. ببخشید اشتباه گفتم، خصوصیت این رو بده به اینها. خب این مجموعه پس به راحتی ترسیم شد. کمد دیواری این ور رو هم ترسیم بکنم. خب با دستور لاین از اینجا میتونم امتداد بدم یا امتداد میدم، یا اصلا میتونم این کارم نکنم، میتونم آفست کنم 70 سانت این خط رو. یه دستوری داریم به نام فیلت موتیفای، دستور فیلت. خب رادیوس هاش انتخاب میکنم، میگم رادیوس 0 درجه باشه. اینتر میگم این خط رو فیلت کن به این جسم. خودش میاد امتداد میده و قطع میکنه. خب دستور اکستند میگم برسون به این رو. دوباره آفست میکنم 1/10 از اینجا به اینجا. تیریم میکنم این 2 تا جسم رو. این رو هم نمیخوام، لزومی نداره، میتونم پاک کنم. خب میتونم این 2 تا خطی که من اینجا ترسیم کردم رو کپی کنم، از این نقطه بیارم بذارم توی این نقطه. خب یه اشکالی داره، من نمیخوام اینوری باشه. میتونم این 2 تا خط رو میرور کنم، قرینه کنم. میرم موتیفای میرور، این 2 تا جسم رو انتخاب میکنم، اینتر میگم نسبت به این راستا اینتر میرور کن. اینو پاک میکنم، قرینه شدش. اکستند میکنم این جسم رو میرسونم به این ور، تمام میکنم دستور رو. خب تقسیم بر 4 شده. دوباره میرم درا پوینت دیواید انتخاب میکنم، میگم 4 قسمت. لاین از اینجا به اینجا به عمود این، از اینجا به عمود این، از اینجا به عمود این خط. این 3 تا نقطه رو پاک میکنم، دیگه نیازی ندارم. مچ پراپرتیس هم در نهایت میکنم. یه دست خط میکشم از این نقطه به این نقطه به این نقطه به این نقطه و این نقطه. خب از اینجا به اینجا به اینجا و اینجا و این هم. و اگه اینجا بکشیم کنترل زد رو میزنم اینجا. مچ پراپرتیس میکنم، خصوصیت اینها رو به اینا میدم. خب الان این مجموعه من ترسیم شد. میرم حمام رو ترسیم کنم. خب برای حمام آفست میکنم 1.5 متر. این خط رو آفست میکنم 1/10. این خط رو اکستند میکنم برسون به این 2 تا رو. این خط رو امتداد میدم همونطور که تو تصویرم میبینید. اکستند میکنم،
برسون، اینتر، امتداد داره. خب این دوتا خط رو هم امتداد میدم، میگم برسون به این خط، این دوتا رو امتداد پیدا کردن. در حمام، دستشویی و سرویس ها و انباری و هر چی که هست 80 سانت حداقل باید بشه. آفست میکنم 80 سانت. خب در اینجا به وجود اومد. دستور تیریم رو تایپ میکنم، اینتر اینتر. این دوتا خط رو هم تیریم میکنم. این شکل من تقریبا کامل شد. تیریم، این گوشه رو هم تیریم میکنم، این گوشه رو هم حتی تیریم میکنم. خب تیریم های ما تمام شد. حالا فقط مونده ورودی اینجا که برای ورودی ما 1.20 در نظر میگیریم. من از اینجا یه عمود بین میگم، تیریم میکنم، این جسم رو به مقدار 30 سانتی متر موو میکنم، دوباره کپی میکنم. میتونم از دستور آفست هم استفاده کنم. 1.2 120 تیریم این دوتا. خب اینجا رو من تیریم کردم. حالا میخوام خطوط ندید رو هم ترسیم کنم. برای این کار از دستور رکتنگل استفاده میکنم. میگم از اینجا یه خط بکش تا اینجا. ببین این یک مجموعه است، یک پلی لاین هستش. خب حالا میخوام مفهوم پلی لاین و لاین رو توضیح بدم. ببینید ما وقتی دستور لاین رو استفاده میکنیم، من همینطوری کلیک میکنم، یه مجموعه خط ساختم. این خطوط خصوصیت هایی دارن. از دستور لیست استفاده میکنم، از این یه لیست میگیرم. میگه که این جسمی که شما انتخاب کردین یه گزارش داره به من میده. میگه این لاین هستش، تو لایه 4 هستش، توی مدل ترسیم شده، هندل نیمش این هستش که فعلا بعدا برای شما توضیح میدم، مهم نیست. از نقطه فلان شروع شده تا نقطه فلان ادامه پیدا کرده، طولش انقدر هستش، زاویه این خط نسبت به پلان ایکس و ایگرگ این عدد هستش. دلتا ایکس حرکت در جهت ایکسش انقدره، حرکت در جهت ایگرگش انقدره، حرکت در جهت زد انقدر. خب پس این کلیات دستور لیست بود. ولی اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که من این مجموعه رو نمیتونم با هم انتخاب کنم و لیست بگیرم. میتونم این کارو کنم ولی هر کدوم رو جدا به من لیست میده. ما یه دستوری داریم به نام پلی لاین. پلی لاین خصوصیتش چیه؟ در ظاهر تقریبا هیچ فرقی با دستور لاین نمیکنه، با این تفاوت که وقتی انتخاب میکنیم کلش انتخاب میشه. حالا من میتونم به راحتی لیست بگیرم ازش. وقتی لیست بگیرم میگه که تو لایه کجا تایپ شده، ببخشید تو چه لایه‌ای هستش، جسم اسمش چی هستش، هندل نیمش چی هستش. دوباره اینا تکراریه. اوپن و کلوز رو بعداً خدمتتون توضیح میدم. طولش انقدر هستش، یعنی طول این مجموعه رو ما میتونیم به راحتی حساب کنیم. یه مسیر رو میتونیم طولش رو داشته باشیم. یک بار دیگه توضیح میدم. من میتونم برای اینکه یه پلی لاین ترسیم کنم تایپ کنم PL اینتر. میگم از این نقطه به این نقطه به این نقطه به این نقطه اینتر. حالا این مجموعه من ترسیم شد و لیست میگیرم ازش. دستور LI رو میزنم، جسمم رو انتخاب میکنم. به من میگه که تو لایه 4 هستش، تو مدل ترسیم شده، هندل نیمش که برای برنامه‌نویسی استفاده میشه. ببینید توی اتوکد هر جسمی برای خودش یه هندل نیمی داره. حتی اگه از این جسم من یه کپی بگیرم، هندل نیم این با این جسم متفاوت خواهد بود. همینطور که دارید میبینید این 27 627 این احتمالاً 626 هستش. یعنی تو اتوکد برای اینکه شما بعداً تو وارد مرحله برنامه‌نویسی بشین برای اتوکد میتونید از این هندل نیم ها استفاده کنید. حالا دوباره لیست میگیرم. حالا میگه اوپنه، میگه این مجموعه ای که شما دارین بسته نیست، بازه. خب شکل ما بازه. اریا میتونیم داشته باشیم، مساحتش چقدره، طولش چقدره. حالا این مساحت رو چطور داره حساب میکنه؟ مساحت رو میاد یه خط از اینجا به اینجا میبنده و بهتون میده. توی این شکل نمیتونه این کار بکنه. ببینید توی این شکل اگه از این جسم که پلی لاین هست جسم لیست بگیرم، اریا رو نمیتونه حساب بکنه براتون. ولی به محض اینکه این خط رو از اینجا بیارین به اینجا، حالا دیگه لیستش رو میتونه بهتون بده، اریا رو بهتون بده. پس به اینا توجه داشته باشید. خب
دوباره لیست میگیریم. خب ببینید این پیلاین ما چند تا ورتکس داره، بین شکستگی ها، ابتدا شکستگی ها و انتها ما میگیم ورتکس. اینا یه سری ورتکسه که اینا هر کدوم یه زدی دارن، یه کوردینیتی دارن، یه مختصاتی دارن که شما میتونید به راحتی مختصات نقاطتون رو هم داشته باشید. خب حالا میخوام با پلاپرتیز کنترل یک رو که بزنیم پلاپرتیز میگه این جسمی که انتخاب کردیم پلی لاین هست، تمام خصوصیت اینجا میتونیم تغییر بدیم. این ورتکس رو ببینید، این ضرب یک ضرب در اینجا میبینیم، این ضرب در رو این نشون میده که اینا هر کدوم ورتکس هستن. میبینید ضرب داره تغییر میکنه. خب مختصات اینجا هم تغییر میکنه. یه لنت داریم، یه دونه طول و اریا. خب حالا به این گزینه کلوز نو هستش، من میتونم به راحتی یس کنم. وقتی یسش بکنم این جسم بسته میشه. حالا اگه ازش لیست بگیرم دیگه اوپن نمیده، میگه کلوزه. خب اینم یه توضیحاتی در مورد دستور پلی لاین. حالا این رکتانگلی که ما ترسیم میکنیم با دستور پلی لاین ترسیم میشه به راحتی. من میگم رکتانگل، میگم از این نقطه به این نقطه. برای ترسیم اینجا این کار کردم، گفتم از این نقطه به این نقطه ترسیم کن و این یه مجموعه است. هم میتونم مساحتش رو بگیرم هم لیست بگیرم. فعلا ما با این کارش کاری نداریم. خب من میخوام که این جسم اولا طولایی یک ترسیم بشه، دوما هیدن باشه. دوباره میرم لاین تایپ هم رو لود میکنم، هیدن رو تایپ میکنم، اوکی انتخاب میکنم، میگم این لاین من هیدن باشه. به راحتی این جسم من ترسیم شد. خب این تا این بخش. خب کمد دیواری اینجا رو من ترسیم میکنم. من میتونم این خطوطی که ترسیم کردم رو بچرخونم و کپی کنم. برای این کار تایپ میکنم آرک و روتیت، انتخاب میکنم، یه نقطه میدم خارج از جسمم نسبت به این نقطه بچرخه. گزینه کپی رو انتخاب میکنم. چون تو حالت ارتو هستیم اگر رو به بالا موسم رو انتخاب کنم، حرکت موسم رو میبینیم، اگر رو به بالا باشه این خط من کپی میشه در اینجا. میگم موو کن از اینجا بذار به اینجا، تیریم کن از اینجا این قسمت رو. به راحتی ترسیم میشه. دیواید میکنم، پوینت دیواید، سه قسمت، از این به این و از این به این. این دوتا رو پاک میکنم با لاین، کنترل زد. خب اینتر اسکیپ، مچ پراپرتیز میکنم با دستور ام ای، خصوصیت اینها رو بده به این. خب این تا اینجا اتاقهای ما تقریبا ترسیم شدن. خب میایم حالا میخوام بخش آشپزخونه و پایین رو ترسیم کنم. الان میریم تو ستون B4. ستون B4 لطفا رو نقشه نگاه کنید. حالا تو فایل نگاه کنید. میخوام این توالت رو ترسیم کنم. خب همونطور که میبینید این خط از لبه این ستون شروع شده. برای من مهم نیست که ابعادش چقدر، من یه خط در این راستا ترسیم میکنم تا بی‌نهایت. حالا بی‌نهایت نه، یه مقدار بالاتر. خب آفست میکنم. چقدر؟ 1.40. داخل دستشویی نوشته که 1.40. آفست میکنم. آفست میکنم 1/10. اینم دیوار بینشون. آفست میکنم 85 سانت. دوباره یه دیوار 1/10. خب حالا این دیوار رو من 1/10 دوباره آفست میکنم. ببینید تو دستور آفست یو میزنم که ببینید چه اتفاقی. تو دستور آفست چون من آفست رو که میزنم خودش عدد آخرم رو به صورت پیشفرض داره، نیازی نیست من عدد دوباره وارد کنم. هم که اینتر بزنم خودش اون 1/10 قبلی که من داده بودم رو قبول میکنه. دوباره اینتر یا کلیک راست، دوباره کلیک راست، میگم 1.35 اینتر. این خط رو آفست کن.
آفست 1/10. خب حالا میتونم با دستور اکستند اینجا رو با دستور تیریم این قسمت رو تیریم کنم، یا با دستور فیلت، با دستور F فیلت این رو به این رو به این و دستور اکستند برسونم به این و اینها و اینها رو و دستور تیریم خب با دستور فیلت دوباره F از این به این خطم دیگه نمیخوام. تقریبا چون دیوار ما 85 سانته 2.5 5 سانتی متر ما اونجا یه لغازی داریم. برای این کار میگم که اکستند کن EX اکستند کن برسون به این رو آفست کن 80 سانت، این رو تیریم کن این تیکه و این تیکه رو. خب دوباره EX برسون به این اینتر آفست 80 تا تیریم. خب الان به راحتی ما توالتمون رو هم ترسیم کردیم. خب برای اینکه این دیوار رو ترسیم کنیم، دیوار پذیرایی که به سمت ورودی هستش دوباره آفست میکنم 1.60 آفست میکنم 1/10 به بیرون اکستند میکنم EX دوتا اینتر. ببینید دستور اکستند هم مثل دستور تیریم میمونه. شما اگه کنترل زد میزنم که ببینید چه اتفاقی افتاد. میگم EX اکستند قبوله. یه حالت داره میگه اگه شما یه اینتر دیگه بدین همه چی سلکت آبجکت میشه، اینتر میزنم. حالا هر وقت کلیک بکنم اون خودش امتداد میده، نیاز نیست برم مقصدم رو مشخص کنم. اگه در اون راستا موضوعی باشه خودش میرسونه. خب اینو امتداد میدم دوباره EX امتداد میدم. خب اینجا جسم ما یه اشکالی داشته. اون 1.60 که ما قبلا گرفته بودیم غلط بود، باید 1.50 میگرفتیم. خب برای این کار از دستور استرچ استفاده میکنیم. الان دستور استرچ رو کامل براتون توضیح میدم. ببینید ما چند تا خط داریم. میخوام دستور استرچ رو استفاده کنم. استرچ اگه بیام این خطوط رو وسط این خطوط رو بگیرم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. میبینید؟ یا اینکه اگه پنجرم رو این از سمت چپ به راست بگیرم انتخاب کنم، چون موضوعاتم انتخاب میشن هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. پس باید توی استرچ همیشه از راست به چپ انتخاب کنید و طوری انتخاب کنید که سر خطوطتون توی پنجرتون باشه. حالا اینتر انتخاب میکنم. ببینید این خطوط در اون راستایی که من میخوام ادامه پیدا میکنه، کش میان. دوباره استرچ انتخاب میکنم. اگه کلید F8 رو الان بزنم الان میتونم در جهت متفاوتی اینها رو جابجا کنم. ببینید با دستور موو خیلی متفاوته. حالا یه بار دیگه توضیح میدم. و یه خط داریم، یه خط کوچیک‌تر داریم بین اینها. ببینید اگه استرچ کنم بگم این محدوده رو استرچ کن، اون خطی که از همه کوچیک‌تره موو میشه ولی بقیه خطوط ادامه پیدا میکنن. چرا موو شد؟ چون دو سرش در داخل پنجره استرچ ما بودش، ولی اگه یه سرش بود ادامه پیدا میکرد. ولی ما پنجرمون رو طوری باز میکنیم که دو سر این خطوط توی این محدوده باشه. حالا روی خطوطی که دو سرشون هست موو اتفاق میفته، روی موضوعاتی که یه سرش بود توی محدوده استرچ ما هست استرچ اتفاق میفته. من از این دستور میتونم اینجا استفاده کنم. میگم مودیفای استرچ، این محدوده رو انتخاب میکنم، کلید شیفت رو نگه میدارم، این دوتا رو از سلکت هم خارج میکنم. میگم از این نقطه بذار توی این نقطه. به همین راحتی دستور تیریم رو میزنم، دوتا اینتر، این تیکه رو پاک میکنم، دوباره دستور تیریم رو میزنم، این تیکه رو پاک میکنم،
خب تقریبا آفست میکنم، نیم واحد از اینجا به پایین اکستند میکنم. اینو اشتباه کردم، کنترل زد رو میزنم، اینو انتخاب میکنم، شیفت رو نگه میدارم. توی دستور تیرین و اکستند اگه شیفت رو نگه دارین این دوتا عمل به هم تبدیل میشن. یه بار دیگه این الان با دستور اکستند یه اینتر میزنم، همه چی قابل اکستند بشه. به محض اینکه این سرش رو انتخاب میکنم این سر امتداد پیدا میکنه در این خط. وقتی شیفت رو نگه دارم روی این انتخاب کنم تیرین میشه. دوباره آفست میکنم 1.2 این خط رو به سمت پایین. خب تیرین میکنم، اینتر، کلیک راست و از اینجا 1 واحد آفست میکنم، 1/10 آفست میکنم، اینا رو امتداد میدم، ایکس امتداد میدم. خب آفست میکنم 1.20 اینو امتداد میدم، تیرین میکنم، خطوط اضافی رو پاک میکنم. خب این مجموعه من شکلش گرفته شد، این شکل ترسیم شد. خب حالا ما این خط رو ترسیم کردیم، تو نقشه میگه که 4 متر باید بیاد پایین تر. آفست میکنم 4 واحد، لبه آشپزخونه هم ترسیم شد. آفست میکنم 1/10، ضخامت دیوارم هم در اومد. همینطور که میبینید چون نقشه درسته، ببینید امتداد اینا رو ببینید با هم یکیه، یو. خب امتداد میدم با دستور فیلت. ببینید با دستور فیلت چطور کار میکنم. دستور فیلت رو انتخاب میکنم، این رو به این فیلت میکنم، این رو به این تا اینجا درست. آفست میکنم 1.10 تیرین. الان محدوده آشپزخونه هم در اومد بدون اندازه گذاری. پس شما اگه یه بخشی رو درست کار بکنید به راحتی میتونید استفاده کنید ازش. خب دوباره تیرین میکنم، میتونم تیرین کنم، مثلا میتونم 70 سانتی که عرضه کابینت هستش آفست کنم، بگم 1.5 متر اینو آفست میکنم، تیرین، این دوتا رو تیرین میکنم، تیرین، اینا رو هم تیرین میکنم. خب حالا میخوام اوپن آشپزخونه رو بکشم. برای ترسیم اوپن آشپزخونه آفست میکنم 70 سانتی، عرض کابینت آشپزخونه است. خب پس اینجا من اشتباه کردم. با دستور استرچ این لبه رو از اینجا میگیرم میذارم در امتداد این، فیلت میکنم، اینو به این، اینو به این، اینا رو میبرم تو لایه 2 که نساختمش. لایه 2 رو میسازم، میگم یه لایه جدید بساز به نام AG 02 انتخاب میکنم، رنگ شماره 2. چرا اینا رو میبرم تو لایه 2؟ چون اینا موضوعاتی هستن که تو برش ما نیستن، تو نما هستن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اره برداشتن بریدن از 3/4 ارتفاع یا 1/3 ارتفاع از بالا به پایین، وقتی داریم نگاه میکنیم این موضوعات جایی نیستن که اره رد شده، پایین تر از اون هستن، یعنی توی نما هستن. خب یه خط اینجا میکشم، لبه کارم رو نشون میدم، آفست میکنم 5 سانتی متر. با این کار به بیننده میگم که سنگ من 5 سانتی متر جلوتر از دیوارم هستش. خب این جسم رو انتخاب میکنم، میبرم تو لایه 2، این جسم رو انتخاب میکنم، میبرم تو لایه 1. یا اصلا میتونم این کار رو نکنم، بیام میگم مچ پراپرتیز کن، خصوصیت این رو بده به این، دیگه نرم هی تغییر بدم. دوباره با دستور رکتنگل REC از این نقطه به این نقطه، باز مچ پراپرتیز MA این موضوع به این موضوع، به همین راحتی میتونم داشته باشم. خب
ما آشپزخونه‌مون هم ترسیم کردیم. حالا میخوایم هاشور آشپزخونه رو بزنیم. کف اینجا نیاز به سرامیک داره. میگم هچ، دستور اچ رو میزنم، اینتر، میگم نوع هچش از اینه، اوکی. پیک پوینت توی این محدوده، اینتر، اوکی. خب الان ببینید هاشور من ترسیم شد، ولی هاشوری نیست که توی شکل میبینید. انتخاب میکنم، اول لایه‌اش رو عوض میکنم، میرم تو لایه هچ، لایه هچ من خاموش شد، لایه هچ رو روشن میکنم، انتخاب میکنم پلاپرتیز. خب ابعادش رو چشمی درست میکنم، مثلا میگم 3، زاویهش 0 میکنم 45. حالا ببینید تقریبا شبیه اون جسمی شد که شما دارین میبینید. اسکیپ رو میزنم. خب حالا من میخوام که این هچ من اوریجینش درست باشه. یعنی چی؟ یعنی این که ببین من میخوام از یک گوشه ای سرامیکا کار بشن و درست بشن، نه اینکه اینجاها نصفه باشه اینجا نصفه باشه. برای این کار از دستور اچ ادیت استفاده میکنم. هچ ادیت، اچ ای رو تایپ میکنم، انتخاب میکنم هچمو، میاد تو صفحه هچم، میگم کلیک تو ست نیو اوریجین، انتخاب میکنم. حالا میگم نسبت به این نقطه هچ من رو مرتب کن. ببین الان هچ من نسبت به این نقطه مرتب شد. خب این تا این بخش میام توی این قسمت. خب من میخوام که سقف این مجموعه رو ترسیم کنم. خط این گچبری هایی که دور تا دور ما داریم میخوایم اینجا داشته باشیم. با دستور رکتنگل میگم از این نقطه به این نقطه یه دونه باکس با من بده. الان یه باکس شد، درسته؟ جنسش هم که پلی لاین هست. آفست میکنم. چقدر؟ نیم متر. ببینید چیزی که در مورد دستور آفست هست و پلی لاین اینه که شما اگه یه جسمی داشته باشین که پلی لاین باشه، وقتی دارین آفستش میکنین تمام اجزا، تمام ورتکس ها با هم آفست میشه و این خیلی برای ما جذاب هستش. انتخاب کنم، اینو پاک میکنم، خصوصیت این خط رو میگیرم به این میدم. ببینید این یه لاین هستش. از کجا متوجه شدم؟ از گریپاش. گریپاش همه مستطیل مربع است، ولی ببینید گریپای پیلاین چجوریه. این سر و ته موضوعات مربع هستش ولی وسطش مستطیله. پس وقتی ما از مچ پراپرتیز استفاده میکنیم خصوصیت لاین این به این منتقل نمیشه، خصوصیت جنرال این به پلی لاین متصل میشه، منتقل میشه. خب یه خط دیگه میکشم از این نقطه به این نقطه، خصوصیت مچ پراپرتیز، خصوصیت این رو به این میدم. فکر میکنم این خط رو من بهتری که ببرم بالا. خب الان به بیننده متوجه کردیم که اینجا ما نیاز به یک توی سقف چیزی رو میبینیم که ما اینجا نمیبینیم، به خاطر همین با خط ایدن نمیشه بودیم. خب دوباره یه رکتنگل میکشم، میگم از این گوشه میام روی این گوشه وای میستم، روی این گوشه وای میستم. وقتی بیام در امتداد اینا خودش تقاطع رو میده. خب آفست میکنم، نیم واحد، اینو پاک میکنم، خصوصیت مچ پراپرتیز میکنم. خب از اینجا یه خط میکشم به اینجا، مچ پراپرتیز میکنم. خب البته این نیازی نبود، اینو پاک میکنم، یه رکتنگل میکشم از اینجا به اینجا، مچ پراپرتیز، خصوصیت اینو میدم به همین راحتی. خب میخوام که این بخش رو هم ترسیم کنم. ابتدا یه خط میکشم به راحتی، آفست میکنم، یک واحد و این هم همینطور. خب امتداد میدم x، ببخشید EX، میگم به این برسون این دوتا رو. خب یه لحظه با مدل ثبوتی چک میکنم. خب برای اینکه
من تو دایرکتوری زیادی ممکنه کار داشته باشم، میخوام یه چیزایی رو هم الان خدمتتون بگم. من میتونم روی این دایرکتوری کلیک کنم، ریموو، کلیک راست ریموو، دایرکتوری تیریدی رو اینجا اد کارنت کنم. حالا هر جای هارد که باشم مهم نیست، به محض اینکه روی این کلیک کنم میام توی این مجموعه. خب سیو نمی کنم، میبندم، تیری میکنم اینجا اسم رو. خب اولا که این لایه اینا رو بکنم لایه 2. چرا؟ چون تو کف ساختمون هست، این تو جای برش هم نبوده. آفست میکنم 3/10. خب 2 تا پله میخواستیم، تیری میکنم اینجا و اینجا. پله های من ترسیم شد. حالا ما وقتی سنگ پله رو میذاریم 5 سانتی متر معمولا لبه داره. دوباره آفست میکنم 5 سانتی متر اینجا و اینجا. دوباره تیری میکنم، این خط اضافی رو تیری میکنم، آفست میکنم. خب پچ پراپرتیس میکنم این خط رو، اینو یه خط میکشم، یه خط دیگه. خب پچ پراپرتیس میکنم، خصوصیت اینو میدم به این. خب پله ها من ترسیم کردم، یه نرده براشون در نظر میگیرم، آفست 5 سانتی متر نرده، میگم این خط به اینجا و اینجا. خب با دستور فیله این دوتا رو به هم فیلت میکنم بدون نگرانی. این دوتا هم همینطور، اینم همینطور. این به بیننده نمایش میده که اینجا ما یه نرده داریم که ضخامتش 5 سانتی متره، پله ها امتداد پیدا کردن. خب تقریبا میشه گفت پلان ما شکل خودش رو گرفته. فقط به در و پنجره ها رو بذاریم و این جلو رو هم ترسیم کنیم. این جلو ساختمون رو هم همین الان با هم کار میکنیم. خب ببینید این ستون هایی که ما اینجا داریم، این ستون های سازه ای هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه بار برن، یعنی مهندس محاسب میاد روی این ستون ها کار میکنه. ولی یه سری ستون ها هستن که ما توشون کاری نداریم. مثلا همین چیزایی که داخل این ساختمون هستش، این ستونایی که تو آکس 4 نه، حد فاصله 4 به سمت جنوب وجود داره، اون 4 تا ستونی که این پایین هست. حالا اگه من بخوام تو فایل اصلی هم بهتون نشون بدم کدوم رو منظورم هستش، تو تیریدی نگاه کنیم. این ستون‌های آبی که اینجا وجود داره، من اینا رو پاک میکنم که شما بهتر متوجه بشین. ببینید چون این ستون‌ها هیچ باری روش نیست، اینا به اینا میگیم یه سری ستون‌های معماری. ولی این ستون‌ها چون سقف روشه، این ستون‌هایی که ما بس این زیاد اهمیت نداره. به خاطر همین ما به خاطر اینکه به بیننده نمایش بدیم که این اهمیت نداره، ضخامت این ستون با این ستونی که ما داریم اینجا فرق میکنه. همینطور که تو پلان داریم میبینیم، تو پلانی که پرینت گرفتیم فرق میکنه. خب دوباره من میرم تو فایل خودم، کنترل تب رو میزنم، میرم تو فایل خودم، اینا رو ترسیم میکنم. خب من میتونم بیام تمام لایه هامو روشن کنم. روی اینجا کلیک کنم، این لایه ببخشید این لایه و این لایه، همه اینا رو روشن کنم، تمام لایه هام روشن شد. پس میتونیم لایه هامون رو خاموش کنیم تا راحت تر کار کنیم. خب حالا میخوایم این بخش پایین رو ترسیم کنیم. با دستور فرمت، منوی فرمت، مولتی لاین استایل که کارنت هست، خب یه خط میکشیم مولتی لاین. خب برای اینکه این اتفاق نیفته جاستیفیکیشن مولتی لاینمون رو تغییر میدیم، میذاریم باد. حالا وقتی ترسیم میکنیم به راحتی ترسیم بشه. من ابتدا باید اول ستون‌ها رو ترسیم کنم. یه رکتنگل میکشم، یه نقطه بهش میدم، میگم دایمنشن 0.35 و نداره. ببخشید یه بار دیگه رکتنگل
دایمنشن میگم 35 سانت و 35 سانت. خب نقطه بعدیش رو بدم، میتونم این جسم رو موو کنم، از وسط این بذارم در امتداد اینجا، از وسط اینجا هم بذارم در امتداد این موضوع رو انتخاب میکنم رنگ شماره 2. میتونم یه هاشور ضعیفی هم بهش بزنم. اوکی، انتخاب میکنم، اسکیلش رو میکنم مثلا 2/10، رنگش لایش رو میکنم 8. خب یه بلاک درست میکنم ازش، میگم نسبت به این مرکز این موضوعات. اوکی، اسم میخواد، اسمشو میذارم کول 35 کول 35 2. باز دوباره انتخاب میکنم نقطهش رو، select object. اوکی، حالا این جسم رو کپی میکنم از اینجا به اینجا به اینجا و به اینجا. خب حالا وقتی با مولتی لاین کار میکنیم به این راحتی میتونم به راحتی اینو ترسیم کنم دوباره. خب مولتی لاین من درست ترسیم نشد، مووش میکنم M، میگم از این نقطه بردار بذار توی این نقطه، به راحتی جسمم رو ترسیم میکنم. خب این ستون رو من اشتباها اینجا گذاشتم، این میاد این ستون از این نقطه میاد در راستای این نقطه، روی اون نقطه که میخوام راستا بگیرم وای بیستم، یه به اضافه کوچیک سبز برام میذاره. وقتی که میام سر جام تو اون راستا قرار میگیرم خودش اون نقطه رو برای من فیکس میکنه. به همین راحتی ترسیم میکنم. باز دوباره دستور مولتی لاین از این نقطه نیم متر میام جلوتر، از این نقطه هم نیم متر. خب جاستیفیکیشن هم اشتباهه، جاستیفیکیشن هم عوض میکنم تا از این نقطه نیم متر. خب ببینید یه توضیح کلی بدم خدمتتون. توی نرم افزارهایی که اصلا کد هستن با سیستم کد کار میکنن، شما وقتی مولتی لاین ترسیم میکنین جاستیفیکیشن بذاریم تا، اگه از سمت چپ به راست بکشین دستور کامل درست کار میکنه، ولی به محض اینکه از سمت راست به چپ بکشین برعکس کار میکنه. یادتون باشه تو تمام نرم افزارها قاعده اینه که از سمت چپ به راست ترسیم میشه، از پایین به بالا، یعنی در جهت محور مختصات نه عکس محور مختصات. این رو تو ذهنتون همیشه داشته باشید. اگه بعضی وقتا از این تغییرات میبینیم به خاطر این قضیه است. خب حالا من میتونم این دوتا رو حتی کپی کنم، بگم اینجا بیار بذار اینجا، دوباره اینو کپی کن از این نقطه بذار توی این نقطه. خب توی این بخش ما دوباره میتونیم از دستور کپی استفاده کنیم. حالا دستور روتیت رو استفاده میکنم، میتونم بگم این جسم رو روتیت کن نسبت به این نقطه، میبینید هم کپی کن هم به چرخون. میتونم میرور کنم بگم این جسم رو در این راستا میرور کن، اینم نمیخوام. دوباره میتونم بگم میرور کن نسبت به شیفت و نگه دارم کلیک راست میزنم، میگم بیتوین تو پوینت، میگم نسبت به وسط این دوتا نقطه یه نقطه به من بده، کلیک کنم اینتر. این جسم منم ترسیم شد. حالا میتونم این بخش رو هم کپی کنم بیارم پایین، کپی کردم، روتیت کنم، RO انتخاب میکنم، یه نقطه بهش میدم، جهت بهش میدم، مووش میکنم، میگم اینو از اینجا بردار بذار توی این نقطه، این خط رو انتخاب میکنم، به راحتی استرچش میکنم. خب اکستند میکنم، اینو
اشتباه کردم، دستور اکسپرت رو استفاده کردم. EX میگم برسون به این موضوعات رو. این نمیرسه چون در اون راستا نیست، اینم نمیرسه چون در اون راستا نیست. امتداد میگیرم، ببخشید لاین. خب مچ پراپرتیز این کارو میزنم و شکل من تقریبا تموم شد. فقط رکتنگل میگیرم از اینجا به اینجا، از اینجا به اینجا. مچ پراپرتیز میدم. اینا نرده ها هستن، نرده ها رو ما